سلام، چه آفتاب تیزی. خیلی خیلی خوش اومدید به ولاگ هفتگی ما. امروز دارم میرم نویرومد کمپوس. یه قسمت بخشی است، قسمت نویروکیروگی بهش میگن. اولین روز تو بیمارستانمه، یعنی داریم میریم با فضای بیمارستان آشنا بشیم. به احتمال 99% نمیتونم براتون داخل بیمارستان ویدیو بگیرم چون ممنوعه، و اگر که دکترم مثلا بالا سرمون هست یک سره عمرن اگه بشه. ولی هر اتفاقی که افتاد براتون میام اینجا توضیح میدم قشنگ. فقط میخواستم شما رو در جریان بذارم که الان دارم میرم سمت بیمارستان. ساعت 7:30 صبح. خیلی مخلصم. نشد ویدیو بگیرم، ولی بهتون قول میدم. این دوربین اینجاست، دارم با سلفی گوشی میگیرم. بهتون قول میدم منم دارم سفیده تخم صبحانه میخورم. ساعت 11 تازه بیمارستان برگشتم، ولی بهتون قول میدم الان که براتون تعریف کنم خیلی بیشتر بهتون میچسبه تا به جای اینکه بهتون چند تا ویدیو نشون بدم. ولی سعی میکنم قشنگ ببرمتون تو اون فضا. دکتر یک سر بالا سرمون بود، اصلا فضای فیلم برداری اصلا نمیشد. و اینکه اگه مچ آدمو بگیرن که اصلا کلا نمیتونیم. مثلا ما امضا دادیم که نمیتونیم اطلاعات بیمار، اصلا چیزی از راجع به بیمارستان اطلاعاتش رو به بیرون درس کنیم. خیلی فضای باحال و جالبی بود. چرا؟ الان بهتون میگم. کلا همین بغل خونمون بود، خدا رو شکر. زیاد دور نبود چون صبح اتوبوس دیر میاد، اما اولش مقدار دیر میاد، بعدش دیگه یواش یواش از ساعت مثلا 7 اینا به بعد دیگه چی میشه. رسیدیم اونجا، سر دکترمون، یعنی دکتری که بعد خودمون رو بهش معرفی میکردیم، اومد خودش رو معرفی کرد. چه دکتر باحالی هم بود. بعدش رفتیم همگی توی اتاقی که همه داشتن بحث میکردن. همه جراحا و دکترهای اون بیمارستان داشتن راجع به بیمارا بحث میکردن. یه اسکرین خیلی بزرگ رو صفحه بود، عکس از سی تی اسکن مغزشون و همشون، تومورهای مغزیشون، رگهای مغزشون، همه رو داشت نشون میداد و داشتن یکی یکی بیمارا رو آنالیز میکردن. عین مثلا اینا که همه دکتر و جراح بودن، ولی سربازایی که عملیات دارن میخوان طبق نقشه پیش برن، خیلی جدی با هم دیگه بحث میکردن. آره باید این کارو بکنیم، باید جراحی رو اینجوری انجام بدیم، فلان انجام بدیم. بعد ما هم اون کنار هممون خب روپوش پزشکی پوشیده بودیم. ما چون امروز 5 نفر بودیم، ما 5 تا اون کنار بودیم، اینجوری قشنگ نگاه می‌کردیم، مثلا کفمون بریده بود. خلاصه بعد 45 دقیقه همه دکترا که با هم دیگه بحث کردن که امروز قراره به کدوم بیمار سر بزنن، ما تازه رسیده بودیم اونجا، یعنی کارشون تمام شده بود، همه داشتن میرفتن. دوباره سر دکتر اومد پیش ما، گفتش که خب یه شوخی با ما کرد، خدا سرشاهده هر 5 تامون سکته زدیم، یخ شدیم. به ما یهو اینجوری کرد، گفتش که خب روز اولتونه، میخوام از بخش سردخونه باهاتون شروع کنم. ما همینجوری 7 صبح یخ زدیم، هم دیگه نگاه میکردیم. سردخونه الان؟ بعد دکتر خودش گفت شوخی کرده. وای، دکتر گفت شوخی کردم، گفت الان زوده براتون، نمیخوام شب بیخوابی بکشین و اینا. و واقعا هم اگه میبرد ما رو سردخونه واقعا بیخوابی میکشیدیم. بعد هممون چی شدیم؟ بخش بندی شدیم، رفتیم جای مختلف بیمارستان. خب هر کی یه دکتری گیرش اومده بود، دکتر و دستیار دکتر گیرش اومده بود و به تک تک بیمارا سر میزدیم. بیمارها با بیماری‌های مختلف، بعضیاشون خیلی حالشون وخیم بود متاسفانه، خیلیاشون هم به خاطر جراحی باز مغزی که انجام داده بودن یک شیلنگ به مغزشون وصل شده بود که باید به لیکور سیستم بهش میگن، که باید یه دونه مایعات رو تزریق میکردن قسمت مغز. مثلا خیلی عجیب بود برام، واقعا تجربه عجیبی بود. که بعدش رفتیم قسمت اونجایی که اطلاعات بیمارا رو توی سیستم ثبت میکنن، آنامنزه بهش میگن. قشنگ نشسته بودیم کنار دستیار بیمار، تمام اطلاعات بیمار رو ثبت میکردیم، تمام داروهایی که تزریق شده بود، نمیدونم جراحی‌هایی که بعد انجام میشد. یه قسمت هم رفتیم کنار دکتر جراحا، نشستیم باهاشون قهوه خوردیم، خیلی حال داد. یه گپ خیلی خفن زده بودیم و اینکه آره سعی می‌کردن یک سره با ما رفیق باشن، با ما گرم باشن و با ما احساس راحتی کنن، یعنی ما باهاشون احساس راحتی کنیم. چیز خیلی عجیب و غریب بود. تجربه، یکی از بهترین تجربه‌های زندگیم بود، واقعا میگم. رفتیم یه بیمار اومد امروز، 4 تا چی داشتیم، مراجعه کننده داشتیم که تازه واسه امروز بود، واسه 7 اکتبر بود که باید میومدم بیمارستان. حرف بزن دیگه. آره
بعد میومدم بیمارستان، یکیشون اومده بود، چند تا دیگه الاناست که مثلا باید رسیده باشه، اومده بود با مشکل، چون بعد جراحی مشکل تاپاسکفول چی میشه؟ BSC دست، حس BSC دست داشت و گزگز دست. اومده بود پیش ما، یعنی ما رفتیم، یعنی به همراه دکتر بودیم، همراه دکتر، دستیار دکتر و ماها، و ازش سوالای مختلف میپرسیدیم، یعنی میپرسیدن، ما هم میتونستیم بپرسیم. دکتر سوال میپرسید، معاینه‌های انجام میداد، معاینه چشم، حس میمیک ها، نمیدونم حس صورت، رو پنجه پا راه بره. منم اونجا چند سوال پرسیدم ازش پرسیدم چون به دستش میزد، گفتم کتف درد نداره و اینا. خیلی حس باحالی بود، خیلی حس جذابی بود. دوباره رفتیم دقیقاً تمام معاینه ها رو دوباره تو سیستم ثبت کردیم. خیلی حس خفنی بود، یعنی تجربه باحالی بود اگه بخوام بهتون بگم. و سری بعد این هفته باز چی دارم؟ کمک‌های اولیه دارم، ولی برای امروز تموم شد. مریضی منم داره بهتر میشه، گلوم یه مقدار گرفتگی داره، ولی در کل خیلی تجربه جالبی بود. خیلی احتمالاً یه آرایشگاه هم باید برم. 5 روز تمام اینجا افتاده بودیم و یعنی یک مریضی به شدت بد گرفته بودم، هنوز گرفتگی صدا دارم. میبینمتون، این ولاگ هفتگی منه و این هفته با منید، کارهایی که انجام میدم و باشگاه گرفته تا همه چی با منید. وقت نهار برنج و یعنی کته و مرغ آوردم. امروز چی داشتیم؟ کورس‌های کمک‌های اولیه داشتیم، 8 ساعته، 2 روز پشت سر همه. برای ما چهارشنبه و جمعه است. نشستم، هوا هم خوبه. هفته پیش سرد بود ولی این هفته خوبه. دارم غذا می‌خورم. یه هفته است باشگاه نرفتم به خاطر سرماخوردگیم. اینجا دلم برای باشگاه الان لک زده. یه هفته است. این گرفتگی صدام خوب شه، احتمالاً فردا میرم باشگاه. همه چی خوب شده، فقط این گلوم فقط یه مقدار گرفته است که سعی کردم با غذای بدون روغن و مثلا همیشه بوده یه مقدار رعایت کنم. نوشیدنی‌های گرم و ولرم و سوپ و نیم ساعت دیگه این تمام میشه. دوباره باید بریم، یه 2 ساعت دیگه داریم، بعدش هم که دانشگاه واسه امروز تمام میشه. میبینم. سلام، من از دانشگاه برگشتم. وقتی هم برگشتم دیدم یه بسته پستی برام رسیده. هفته پیش که ویدیو گذاشتم داخل باشگاه براتون، کیفیت صدا اصلا خوب نبود. خیلیاتون گفتین که صدای داخل باشگاه رو خوب نداشتین. ادیتور بنده خودم خیلی، من شرمنده‌شم، خیلی بنده خدا زحمت کشید که صدای باشگاه رو درست کنه. برای همین من تصمیم گرفتم یه میکروفون بگیرم از برند هالیلند، فکر میکنم هالیلند درسته، لارک M2. خیلی تعریف این میکروفون رو شنیدم، کیفیت صدایی که میده خیلی خوبه و سایزش هم خیلی کوچیکه، ایزی کوچیک اینو نصب میشه. قرار با هم آنباکسش کنیم ببینیم که چه شکلیه. بازم عذر میخوام، سر و وضعم اینجوریه، من یه هفته مریض بودم. اصلا الان براتون توضیح میدم، میخوام با میکروفون براتون توضیح بدم که ببینید تغییر صدا رو. الان صدا برفکی میاد، فکرشو بکن. خب این نمیدونم تو دوربین معلومه نه، این کامبوشو گرفتم چون گفتم اگه یه روزی اگه بخوام با دوربین فیلم برداری کنم، این کامبوشه، یعنی هم میشه با دوربین فیلم چی کرد، ریکورد کرد، هم با گوشی. خب این دفترچه‌شه، این دفترچه و همین دفترچه که وا می‌کنی جلوش این شکل، یعنی اینجوری. اینو شما تو تصویر دارید. یک کیس شبیه به ایرپاد داره، 2 تا سوکت داره که مخصوص گوشیه، تصویر معلوم نه که مخصوص گوشیه. یه دونه مخصوص دوربینه، کابلیه که سوکتیه که کابل دوربین بهش میخوره و خود کار هم این شکلیه. خدا کنه زوم بشه، تار نباشه، نمیدونم این شکلیه. میخوام براتون بازش کنم، باز میشه و درش عین در ایرپاد یالت مگنتی داره و این شکلیه، داخلش 2 تا هست دیگه. الان امتحانش میکنم، وصلش میکنم به خودم، کیفیت صداشو متوجه میشید.
الان فکر کنم داره درست انجام میشه. کلی دفترچه و تنظیمات و اینا داره که بعداً بعد بیفتم دنبال کارهای نویز کنسلینگش و یه مقدار تنظیمات و اینا، ولی فکر کنم الان خوب باشه. آره دارم امتحان میکنم. آره دیگه الان تو باشگاه صدا خیلی بهتره، توی دانشگاه صدا خیلی بهتره. سعی میکنم بهتر باشه با کمک این. شما هم دیگه سعی نمیکنید صدا رو مثلا صدای منو خیلی به سختی بشنوید. این اسم این هفته رو باید بذاریم هفته سونامی بدن درد. یه هفته کلا مریض بودم، بماند چه بدن درد شدیدی داشتم. بعدش هم که الان چی میگن، بعد مریضی هم که به اصطلاح ناخولگه هست دیگه، یعنی چیزایی که بعد مریضی اتفاق میفته. یه مقدار به خاطر سرفه های زیادی که کردم گرفتگی پهلو و کمر پیدا کردم، شکم درد، یعنی عضلات کلا کورم درد میکنه شدیداً. صبحم که بلند شدم دیدم چش سمت راستم اینجا ورم کرده. اصلا نمیدونم چه اتفاقی داره برام میفته، ولی امیدوارم همه اینا خوب بشه. و نداریم، 1000 بار گفتم و نداریم، خواهش ازت میکنم و نداریم. بریم سراغ بخش بعدی. یک دو سه امتحان میکنیم. صدا خوب، عالی. خب خوش اومدید به باشگاه. ساعت حدود 8 غروبه. سرفه های ما رو ول نمیکنه. نمیتونم زیاد از باشگاه براتون بگیرم چون احساس میکنم تایم ویدیو خیلی زیاد میشه. برای همین خواستم چند تا حرکت با من باشین و یه مقدار حرف بزنیم. یه حرکت برم. در خدمتتون هستم. مریض شدم، 2.5 کیلو کم کردم. 2.5 کیلو کم کردم. زورم رفته. خدا کنه همه چی خوب بشه. سرفه و گلون ما هم خوب بشه. بعد یه هفته باشگاه اومدن نمیخوام آنچنان به خودم فشار بیارم و میخوام فقط یواش یواش شروع کنم به وزنه زدن. امروز هم سینه دارم و جلو بازو. من که آره، افرادی که مثلا دور من هستن میدونن خیلی بچه‌ای هم که میگم میخندم، خیلی مثلا خوبم. دوربین که این رکوردشو که میزنی روشن میشه اصلا دست پامو گم میکنم. دیروز داشتم با یکی از دوستام چت میکردم، میگفت همه همین مشکل رو دارن، طول میکشه. ولی به خدا خیلی من چیم، یعنی دوستانه تر و بشاشتر و خیلی به اصطلاح پر انرژی ترم. خجالت میکشه مثلا یه وقتی این حرکتو بزنم. بریم واسه یه حرکت دیگه اونجا باهاتون حرف دارم. همه چی بیمارستان عالی بودم. اونتا بعضی از مریضا رو که دیدم واقعا رفتم تو فکر. مثلا یه جوون، یک پیرمرد مثلا 80 خورده سال بود، نزدیک 90، که واقعا وضعیت وخیمی داشت تو بیمارستان. این دکتر فقط بهش میگفت آرام بخش بزنید. امیدوارم چیشو پیدا کنه، سلامتشو دوباره پیدا کنه. ولی پیرمرد قشنگ 2 متر بود، یعنی میتونم بگم خیلی از قد بلند واقعا آدمای قد بلندی بودن. دیدم که واقعا مشخص بود جوونم که بوده، خیلی جوون خوشتیپی بوده. ولی واقعا این آخرهای زندگیش خیلی چی بود، یعنی تنها بود. و این میگفتم، یعنی اونجایی که این صحنه رو دیدم با خودم گفتم که تا میتونیم باید از این دوران جوونیمون لذت ببریم با هر چیزی که شده. حتی وسیله‌های آنچنانی هم نیست که ما باهاش تفریح کنیم، باید لذت برد، چون این زندگی واقعا هم سریع میگذره، جوونی دیگه گیر نمیاد، سلامتی دیگه گیر نمیاد. من خودم درک میکنم جوونا رو، دغدغه‌های الانی که هست، فکرای مشغولی که الان هست توی باشگاه‌ها بین ستا قبل خواب، که خودمون رو مقایسه میکنیم با افرادی که موفقی که الان تو اینستاگرام میبینیم، یا افرادی که 40 سال سنشونه مثلا، خودمون رو باهاشون مقایسه میکنیم. به نظر من خودم این جمله رو هیچ موقع نتونستم چنان درک کنم، چون انقدر دغدغه‌های فکری داشتیم که. ولی خیلی دوست دارم که مثلا در کنار تلاش کردنم تمام لذتمو از این سنی که داره میگذره ببرم. چون واقعا مثلا از سن 18 تا 23 سالگی که 5 ساله واقعا این برق و باد میگذره، اصلا متوجه نمیشه آدم. تنها چیزی که دوست دارم بگم که واقعا باید لذت ببریم هر چقدر هم شرایط سخت باشه، چون واقعا دیگه این شور و نشاط و اینا دیگه گیر نمیاد. جوونی رو دیگه نمیتونیم هر چی رو شاید بتونیم، شاید تو 40 سالگی پول به دست بیاریم، شاید ثروت به دست بیاریم، خانواده به دست بیاریم، ولی جوونی رو واقعا به دست نمیاد.
میام باشگاه اصلا حرفای دارک میده. آقا تو رو آخه به چی وزنتو بزن حرف آقا دمتون گرم. مرسی که ویدیو رو تا این لحظه دیدید. اصلا ویدیو من انتخاب کردین، ممنونم بهتون. اگه دوست دارید ویدیوهای بیشتر ببینید پیامش براتون بیاد که ویدیو جدید گذاشتم. اگه اون دکمه سابسکرایب رو بزنید پیامش براتون میاد، راحت میتونید ببینید. این که اگر هم مثلا کلا با من حال نکردی با حرفام با کارهایی که انجام میدم، فدای تارموت عشق من، یعنی که دیدی برام ارزشمنده. ویدیو هفته پیشم راجع به امتحان ورودی پزشکی بود و مثل همین الانم آخرش هم با شما گپ زدم. اینجای تصویر میاد اینجا، آره دقیقاً اینجای تصویر میاد. اگه دوست داشته باشی میتونی ببینی. خیلی مراقب خودت باش. تا ویدیو بعدی میبینم.